با آنکه تلاش‌های دیپلماتی برای احیای سازش اتمی با ایران ادامه دارد، مقامات اسرائیل که نسبت به ایران موقع آشتیناپذیر دارند، می‌کوشند موضع‌گیری غرب نیز چنین شود. ایران در عوض به ظالمیش سزاوار یگان پاداش داد و گرفت و سبک کردن تحریمات نیست. من از متحدانمان در جهان دعوت میکنم به تهدید اتمی ایران دادن نشوند. بعد آنکه حکومت دونالد ترامپ آمریکا را از سازش اتمی سال 2018 بیرون کرد، ایران نیز از اجرای طلبات سازش دست کشید که فعالیت‌های اتمی آن را محدود می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند پیش گفت ایران غنیسازی اورانیوم را سرعت بخشیده است. تحلیلگران اسرائیلی نگرانند که دیگر برنامه‌های اتمی ایران برگشت ناپذیر می‌شوند. انتخابی که امروز جامعه بین الملل برای عقب زدن برنامه‌های اتمی دارد بسیار کمتر از عزم ایران برای اجرای برنامه‌ها است. بنا به گزارش‌ها اسرائیل برای آمادگی جهت ضربه‌های موشکی به ایران 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده است. اما با گفته تحلیلگران اسرائیل این کار را به تنهایی کردن نمی‌تواند، زیرا تأسیسات اتمی ایران در 5 جای گوناگون و در زیر زمینند. با باور تحلیلگران اسرائیلی گزینه جدی نظامی برای مهار کردن ایران در مذاکرات ضرور است. اول فرضیه استفاده نیروی نظامی است. دوم کسی آن را نمیخواهد. سوم اینکه یک قرار فوق‌العاده است. چهارم گزینه نظامی باید در مذاکرات باشد، چون یک راه و بهترین راه مهار کردن رژیم است. در نهایت این رژیم میخواهد امین باشد. بر علاوه گزینه نظامی، اسرائیل با رخنه‌گری در شبکه‌های ایران آن را زیر فشار قرار داده است. بنابر گزارش‌ها اسرائیل چندین دفعه در شبکه‌های تأسیسات اتمی ایران و زیربنیادهای غیر نظامی خرابکاری کرده است. در مقابل رخنه‌گری در شبکه‌های شرکت‌های فناوری و کارخانه‌های آبیاری اسرائیل را کاری دست ایران می‌دانند. یکی از مهمترین کار برای کشورها حالا این شده است که اطلاعات بگیرند، به شبکه‌های کامپیوتری شما وارد شوند و نظارتش را به دست بگیرند، چون حالا همه چیز با کامپیوتر به کار انداخته می‌شود. مذاکرات برای احیای سازش اتمی با ایران هفته گذشته قطع شد، چون بنابر گزارش‌ها ایران گفته است طلبات سازش را اجرا نمی‌کند. مقامات اسرائیل سعی دارند آمریکا به استفاده گزینه نظامی برای مقابله با ایران تاکید کند. حکومت بایدن گفته است که برای احیای مذاکرات تلاش دارد، هرچند به گفته مقامات آمریکایی ایران مایل به گفتگو نیست. در این میان اسرائیل قصد دارد قدرت نظامی و رخنه‌گری‌اش در شبکه‌ها را تقویت دهد.